اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمة الزهراء، لعن الله من قتلك، لعن الله من ظلمك، ولعن الله من اذى رسول الله فيك. السلام علیک یا بقیة الله فی ارض، عجل الله فرجك و اعظم الله لك الاجر فی مصیبت جدتك فاطمة الزهراء. ما قسمت دهم رو دنبال میکنیم. همونطور که دیدید اهل سنت با رویکردهای جعل، تحریف، کتمان همینطور در پی این هستن که این واقعیه بسیار مهمه که در جلسه اول ضرورتش رو گفتم. حضرت فاطمه زهرا به مثابه راه هدایت بعد از رسول اکرم است. اون وقایع رو هر چقدر شما بهش بپردازید این حقایق آشکار می شود که آن گروه قاصد در فکر دین نبود، خطای غیر آمدانه نکرد، بلکه هوای نفس، دنیا طلبی، ریاست دو روزه دنیا باعث شد که آنها منویت خدا و رسول را در دار دنیا تغییر بدهند و فجایعی که به بار آمد در تاریخ اسلام و در تاریخ بشریت همه به گردن آنهاست. امروز میخوام خیلی سریع برای شما یه لیستی بدم که عالمان ما از دیرباز، از همان روزهای اول، این که ما یک روایتی را از امام باقر برای شما خوندیم که مادر ما بر اثر ضرباتی که آن نانجیب به قنفذ غلام خودش یا پسر عمویش بعضی ها گفتند دستور داد و حضرت را زدند و به شهادت رسید و بر اثر این ضربات از دنیا رفتند. این رو به اصطلاح روایت صریح داریم. اما در عین حال بعضی از دوستان میخواهم این نکته رو توجه داشته باشند که شیعه همانطوری که خود اهل سنت هم میدانند از دیرباز، نه دوران صفویه، فردا نیاید بگید تشیع صفوی بود، نه، از دیرباز شیعیان به چنین دیدگاهی قائل بودند. سلیم ابن قیس هلالی که میتونید متوفای سال 76، بعضیا گفتن 90، او به صراحت به این مسئله اشاره میکند که فاطمه زهرا بر اثر ضرباتی که اون فرد به قیز زد و سترین بعدی ظلما و غیظا حتی تضربی، این از پیغمبر اکرم خطاب به فاطمه زهرا، سلیم به عنوان اولین کتاب به هر حال تاریخ اسلام. همچنین ابو هاشم اسماعیل ابن محمد حمیری که متوفای 173 بوده شعری دارد: ضربت و احتضمت من حقها و اذیقت بعده طعم السلعی. او را زد و حقش را به زور گرفتن، زدند و حقش را به زور گرفتن و بعد از او طعم سوزان آتش را به او چشاندند. این داریم در این مسئله. علی ابن محمد ابن عمار برقی متوفای 245، عیاشی متوفای 320، ابن قولوه قمی 367 و البته در نصوص اسماعیلی هم وجود داره، یعنی قاضی نعمان مغربی که احتمالاً از اسماعیلیه بوده. حالا بعضی ها مثل مرحوم علامه مجلسی معتقدن شیعه اثناعشری بوده ولی معروف به اسماعیلی است. قاضی نعمان مغربی متوفای 363 هم او هم به این مسئله اشاره کرد. حتی خوب دقت کنید، یورش بردن، تازیانه زدن، اینا یعنی در همه آثار شیعه داد میزنه. حسین ابن حمدان 334، سید مرتضی در یک شعری به این مسئله اشاره میکنه، علی ابن حماد متوفای قرن 4 به همین مسئله اشاره میکنه، شیخ طوسی به این مسئله اشاره میکنه و حتی خدمت شما مثلا بین در و دیوار قرار گرفتن حضرت زهرا و وقت سیدت النساء بالباب، ابوالقاسم کوفی متوفای 352 اشاره میکنه. عزیزان مراجعه بکنن ببینید شیخ طوسی، شیخ صدوق، خدمت شما عرض کنم که و بسیاری از بزرگان ما به همه این مسئله اشاره میکنن. سقط محسن، اینها بزرگان شیعن، همه اینها به این مسئله اشاره میکنند. عزیزان اسلام فقط به وسیله دشمنان نوشته نمی شود و همون عزیزان
روشنفکرزاده میخوام بگم. یادتون باشه بحث دشمن دوست نیست. مسلمانان به هر حال خیلیاشون دارن یک سری مسائلی را نقل میکنن و این نقل‌های نخستین تاریخ اسلام است. لذا فقط ما اصرار بورزیم و بگوییم که کار تمام است، اونوریا اینو گفتن، مسئله رو تمام نمیکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.